سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم. با برنامه 13 از مهندسی جهل در خدمتون خواهم بود. یه چند دقیقه قبل برنامه مهندسی جهل رو شروع کردم، ولی به خاطر تقدیر و تشکر از مردم ترک آذربایجان که امروز بر اساس ویدیوهایی که دیدیم حماسی تاریخی رو خلق کردن، برنامه رو به این اختصاص دادم. در نتیجه با اجازهتون دیگه باید نمیخواستم برنامه سیاسی باشه، در نتیجه با تغییر اندکی در کراوات تلاش کردم برنامه رو مشخص بکنیم و بیایم برنامه این مهندسی جهل رو ادامه بدیم. این 13 برنامه از مهندسی جهل هستش. در این مبحث ما به کتاب‌هایی مراجعه می‌کنیم و نشون میدیم که در تاریخ ترک‌ها کتاب‌های بسیار زیادی در رابطه با به زبان ترکی در رابطه با علوم مختلف نوشته شده که ما با اونها آشنا نیستیم و فکر میکنیم ترک‌ها یه تمدن قدرتمند قوی نداشتن و تحت سیطره زبان عربی و ترکی بودن، در حالی که با دیدن این کتابا به این نتیجه میرسیم که حاکمیت‌های ترک در 1000 سال گذشته هزاران، 10 هزار جلد کتاب به زبان ترکی رو، حتی به نظر من چه بگیم، چین به چین، یعنی به موازات زبان عربی به زبان ترکی هم هویت دادن. این هویت دهی رو ممکنه که در زبان سیاسی دولتی نبینیم، اما در زبان علمی، دینی، حقوقی، اختراعات، اکتشافات و اینها میبینیم که به زبان ترکی هستش. این بسیار مهمه و خب یک تحلیل دیگری از در رابطه با امپراتوری های ترک ها یا سرزمین هایی که ترک ها اداره می کردن به ما میده و این به نظر من خیلی مهمه. حالا دوستی جناب آذرباش یک کتابخانه آنلاین در ایجاد کرده، در تلگرام کانالی ایجاد کرده به نام آذرباش کتابخانه آذرباش. در اینجا الان این صفحه رو میبینید، یک کتابی رو، اینها مال دیروز و پریروز هست، دیروز پریروز، چون که این 3 روز من برنامه نتونستم بذارم، در امروز که داریم میذاریم اینها رو از اینجا به پایین رو میخوام الان ببینیم چه کتابهایی از دیروز اینجا گذاشته. عشقنامه، فرشته زاده، یه آدمی احتمالاً نمیدونم مرد هست یا زن هست، در رابطه با عشقنامه یه کتابی نوشته، اسم خودش هم از فرشته زاده، 242 صفحه و در رابطه با این کتابخونه آنلاین یه توضیح بدم دوستان. اینجا اینو میبینید، کتابخونه به چند بخشه. یکی دست نوشته ها یعنی خطی هستش، کتاب های خطی قدیمی هستش، ترک الیازمالار. میتونید بگه فقط همین نقطه رو بنویسه، آختارن، یعنی جستجو بکنید. اگر ترکی الیازمالار رو در همین کانال بنویسید یا در گوگل بکنید، میرسید به بخش دست نوشته کتابخونه. بعد الیازمالار یعنی همین که بالا گفتم اینه، چاپیلر، کتاب‌های ترکی چه امروزه چاپ شده، چه در ترکیه چه در آذربایجان یا کشورهای دیگر یا کشورهای اروپایی، کتاب‌هایی که با تکنولوژی امروزه چاپ شده، دستی دیگه نیست، به خط نویسنده نیست. داش باسمالار، کتاب‌هایی که در دوره چاپ سنگی چاپ شدن، این هم یه بخشی است. حالا در کجاها میتونید ببینید؟ در اینستاگرام یه کانال داره که با فکر کنم اگه اینجا این اینستاگرام رو الان اگه من بزنم بیره به کانال ایشون، که حالا از من میخواد که با این برم و اینو مثلا برم اونجا و ببینم. خب یکی از همونجا میره. حالا
که اینجا رفت. بذارید ببینیم حالا اونو بیاد. این برنامه قبلی هستش که من داشتم. حالا بذارید ببینم اگه بشه دوباره من برم اینجا و این اینستاگرام رو بزنم که آها دوباره رفت اینجا. ایداد من خودم هم الان ببینم این اگر فالو بکش میکنم آذرباش کتابخانه است. اوکی من اینجا دیگه زدم. حالا این صفحه اول امروزشه که میبینید در مورد اینها حتما یه مطالب هست. من این آقای دکتر باغبان، محمدرضا باغبانی کریمی رو میشناسیم، دکترای زبان و ادبیات و ترکی و تاریخ داره و من فکر کنم تنها ترکی هستش که در داخل واحد سیاسی که ایران گفته میشه دکترای سیاسی خارج از دانشگاه گرفته. این خیلی مغتنم هست. حالا لینک دومی که هستش مربوط به آپاراته، مثل یوتیوب ایرانی مثلا، فکر میکنم اینه، نمیدونم، من دقیقا با این آپارات کار نمیکنم برای اینکه خیلی سخت باز میشه، یواش باز میشه. حالا این رو هم اگه بزنید میره اونجا. و یوتیوب که خب ما اینجا استفاده میکنیم خودمون، اینم که صفحه یوتیوبش بود. و ایلجیولو، اینم اگه بخواید باهاش ارتباط برقرار بکنید با جناب آذرباش، روی این میزنید و باهاش تماس میگیرید. حالا نمیدونم تو اینستاگرام ممکنه باز بشه یا هر کانال دیگری مربوط به ایشون هستش. حالا از این بگذاریم. عتبة الحقایق اویغور و عرب الفبا سیره، یه کتابی هست به نام عتبة الحقایق که این با حروف الفبای عربی هستش ولی به ترکی اویغوری. خب ما از ترک‌ها صحبت میکنیم، از ترک‌های یک پارچه، ترک‌ها رو اصلا جدا نمی‌کنیم. وقتی میگیم که ترک‌ها به زبان ترکی کتاب دارن، منظورمون تمامی ترک‌هاست، نه منظورمون مثلا یک قطعه رو جدا می‌کنیم میگیم نه مثلا ترک‌های مثلا اردبیل یا ترک‌های زنجان یا همدان یا قزوین یا خراسان یا ترک‌های خلیج عربی. حالا این یک کتاب هست. وقتی اینو الان اینجا میبینید، اینجا بزنید دانلود میشه، اینجا هم بزنید دوباره دانلود میشه. کتاب بعدی شرح خطبة البیان، یه خطبة البیانی هست، نمیدونم حالا این خطبه رو چه کسی خونده نمیدونم، ولی در مورد اون یه شرحی رو به زبان ترکی نوشته، 124 صفحه. رساله عرفانی قادریه یه مسلک عرفانی هست که حالا یه کتابی هم نوشته رساله میگه دیگه، رساله هستش عرفانی متعلق به قادریه، 270 صفحه. اینم باز به ترکی هستش، میتونید دانلود بکنید. دیوان سلطان حسین بایگرا، سلطان حسین بایگرا یه دیوان داره، شعر داره به ترکی، ظاهرا اینجا در سال 890 قمری نوشته شده در 37 صفحه. خب 890 قمری 110 سال از اون ور، 446 سال از این ور، حدوداً 600 سال بگید که این کتاب یه دیوان هستش. بعد دیوان حضرت امیرعلی شیرنوایی، این هم در سال 907 هجری قمری نوشته شده در 362 صفحه به ترکی. خیلی مشهور، این کتاب رو معرفی خواهیم کرد. این دوستمون جناب آذرباش هم شرح بسیار مفصلی در مورد این دیوان فرستاده که خیلی عالی هستش. حالا اینجا دیگه تموم میشه، این مال امروز بوده. پس حالا برگردیم دوباره بریم عقب‌تر، یه چند کتاب دیگر رو هم اگه بتونیم ببینیم. مخزن الاسرار شیخ نظامی، اشعارش به ترکی در 119 صفحه نوشته شده و قابل دانلود است. سوزلوک، لغتنامه، اسمش چیه؟ وسیلة المقاصد، رستم مولوی. یه فردی به اسم رستم مولوی اومده در 246 صفحه یه لغتنامه برای زبان ترکی تهیه کرده. ببین اینها کارهای علمی هستش که در یک مقطع تاریخی انجام گرفته. وقعت کربلا یا واقعه کربلا مقتله به شکل شعر در 1044
40 نوشته شده، یعنی 406 سال پیش این کتاب در 98 صفحه نوشته شده. و حالا این تاریخ عمومی تاریخ ترک ها رو دکتر محمد رضا باغبان کریم که الان هم اونجا نشونش دادیم، ایشون اینجا نوشتن و اینجا میتونید دانلود بکنید. طب المنظوم گیسونزاده. گیسونزاده به اسم یه فردی به اسم گیسونزاده در 158 صفحه یه کتابی به شعر، پزشکی رو به شعر در آورده و حکمت. حالا من این کتاب حکمت رو سری قبل دانلود کردم، با اجازهتون بریم و این کتاب رو با هم بخونیم، ببینیم که چی هست. دانلود، من باید برم اینجا و تلگرام و حکمت رو سری قبل ما دانلود کردیم. حالا براتون نشون میدیم که در رابطه با این کتاب حکمت که میگه منظورش چی هست. آیا فلسفه هست، آیا منطقه، آیا علوم دینی هست، آیا فقه، هر چی هست. کتاب رو الان ما جلدش رو میبینیم دوستان. کسایی که الان دارن از یوتیوب دارن برنامه رو نگاه میکنن یا بعدا نگاه خواهید کرد، جلد کتاب رو میبینید. جلد ظاهرا چرمی بوده با گونی، بعدها با گونی این چیز دوزی شده. پشت کتاب اون چیزی که میگن، من اصطلاح علمی اینو نمیدونم که اونجای کتاب که اجازه بدید، من کتابخونه نزدیک نیست ولی اجازه بدید روی همین دفتر ببینید. این که کتاب اینجوری که باز میکنیم این صفحه هاشه. خب این جلد اصلی، حالا انگلیسی این طرف جلد اصلی هستش، در فارسی یا عربی این طرف از سمت راست باز میشه، این جلد اصلی هستش. روی جلد، داخل جلد صفحه اصلی، صفحه از اینجا شروع میشه. این هم جلد آخره، این هم داخل جلد آخره و صفحات داخل. خب اینجا اون پشت کتاب هست، اینجا اون پشت کتاب هستش که فکر میکنم، مطمئن نیستم، الانم یادم رفت که چی بود الان یادم بود، شیرازه گفته میشه. این شیرازه رو با گونی به بس کرد. ظاهرا کتاب خیلی در داغون، معلومه که این کتاب در یه خونه نگهداری میشده، در یه جای علمی نگهداری نمیشده، در کتابخانه حرفه‌ای نگهداری نمیشده. در نتیجه این رو خودشون سوراخ کردن و با نخ بستن، نخ گونی دوباره، و این جای سوراخ ها هم دیده میشه. من الان اینجا نشون میدم، دوستان اگه خواستن میتونن این رو اجازه بدید بزرگترش بکنم که خیلی کتاب خیلی آسیب دیده. ممکنه خیلی هم قدیمی نباشه ولی آثار شما این چیز رو میبینید، این ضربه تاریخی که این کتاب خونده. ظاهرا هم جلدش رو نگاه بکنید، خیلی زیبا بوده، کنده شده جلد. نگاه کنید چه جلد زیبایی داشته، نقشه زیبایی داشته، رنگ جالبی داشته، احتمالاً به شکل قرمز، تخ قرمزه بوده. کتاب از هر طرف آسیب دیده، یعنی هر طرف این کتاب رو میبینیم متاسفانه آسیب دیده. حالا اینو یه مقدار کوچیک بکنیم صفحه رو که ببینیم چیه. این صفحه جلدش رو نشون داده بود، حالا صفحه اول رو داره نشون میده. کتاب رو باز کرده، عکس گرفته و داره نشون میده. دخی اگر که آکنین ایده بوک تأمین. اوکی، من حالا این کتاب ببینیم که چی هست، به چه تاریخیه، به لهجه کدوم منطقه هست. اونو دخی اگرنین ایره بوک تأمین بونه تأمین. اوکی دخی آنه کی اده بونه تأمین کی یعنی bu duaya diye amin. دخی آن کی اده بونه تأمین، هر که اینو تأمین بکنه، یعنی
bu duaya diye amin، یعنی به این دعا بگه آمین. حروف با نقط تاریخ معلوم، حروف با نقطه tarihi ma'lum. Bik 52'sinde oldu menzum. 1052'sinde در سال 1052 oldu منظوم. این به شعر در اومد. این یک کتاب شعریه احتمالاً. پس حالا من یواش یواش دارم با این کتاب آشنا میشم. ببینیم اینجا هم یه چیزهایی نوشتن. یه آدمی یه چیزهایی نوشته که الفبای عربی رو نمیتونسته خوب بنویسه، اومده اینجا نوشته. این کتابخونه در کجاست؟ ببینیم. یازما سلیمانیه. این کتاب در کتابخانه سلیمانیه هست. فکر می‌کنم در ترکیه امروزی در عثمانی بوده. کتاب ببینید اینجا دیگه خیلی اومده وسط، چون احتمال میدم که بسیاری از صفحات قابل خوندن نیست. مثلا نگاه بکنید اینجا خیلی قابل خوندن نیست و احتمالاً عکس این عکس این اینجا نیفتاده، بلکه خودش چیز بوده، مثل نثر بوده ولی از بین رفته دیگه. حالا احتمالاً نمیدونم. حالا صفحات بعدی رو بریم ببینیم چی هست. نه اینجا هست. این یه شعری رو هم دوباره اینجا آورده. خب من با زبان بارها عرض کردم که ترکی من بسیار ضعیفه، در زبان ترکی تحصیل نکردم، ترکی ادبی رو باهاش آشنا نیستم. ترکی من ترکی لهجه کوچه بازاری، لهجه قرداغ و تبریز ikisi گاتشموشه، یعنی ikisi با هم مخلوط شدن. حالا یه ذره هم انگلیسی قاطیش شده، یه ترکی خیلی جالبی در اومده. به هر حال با خواندن کتاب‌های قدیمی هم مشکل دارم. یه تخصصیه که من ندارم، نخوندم، دارم همینجوری با شما که نشون میدم این کتاب رو برای اولین بار دارم باز میکنم. من اصلا قبلا مثلا بگید که اینو باز کرده باشم خونده باشم، این کارو نکردم. سیاه روی ما باقما یا الهی، به روی سیاه من باقما، باخما، الان میگه باقما یا الله الهم، ای خدای من به روی سیاه من، نه این که مثلا چیز باشه، یعنی نبین که روی من سیاهه، من پیش درگاه تو رو سیاهم، اینو ازش بگذر. یو آب افیله روی سیاهم، با آب عفو خودت روی سیاه من رو بشور. گموایده. اوکی، اینجا رو بذاریم برای اینکه هم شعر هم سخته. بذاریم ببینیم که متن کتاب که فکر میکردیم بالا گفتیم که احتمالاً از بین رفته، متن کتاب رو آورده. ببینید این کتاب به خاطر اینکه با گونی دوختن صفحه مرکزی چه شکلی شده، میبینید کتاب کج شده یک صفحه به این طرف. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که نوشته مسلمان بوده. Dünya ve ahirette dönlü nimetleri, dükeli nimetleri cümleyi halge verici Allah Teala'nın ismi şerifiyle başladım. Elhamdülillah, cümle kemal sıfatleri Allah Teala'ya mahsustur. Rabbül alemin ile Allah'ına döhi alimlerin Rabbi Seyyidür Rahman Rahim, Rabbisidir. Alemlerin Rabbisidir. Er-Rahman Rahim ile Allah ki dünyada ve ahirette dünlü nimetleri, ya dünlü olacaktı. اینجا باید dünlü بخونیم، یعنی این که اینجا نون خونده میشه. دونلی احتمالاً رنگ به معنی رنگارنگ باشه. در بالا هم این جمله رو یه جای دیگه خوندیم. دنیا و آخرت دونلی نعمتleri. دنیوی de olabilir. دونلی دنیوی، dünyayı.
اینجوری الان اینجا به نظرم میاد که این بهتره برای اینکه نعمت‌های دنیاوی در مورد نعمت‌های آخرت صحبت نمی‌کنه، ولی در پایین میگه دنیا و آخرت ده دنلی نعمتleri جمله خلقه وریجی و الی آخر. حالا این کتاب از همون جمله اول بسم الله الرحمن الرحیم که عربی هست شروع میکنه به ترکی و ترکیش هم خیلی چیز نیست، با اون که گفتیم که 1400 سال پیش نوشته شده ولی میشه این رو خوند. حالا مثلا به یه کلمه رسیدم که یه مقدار ممکنه که اینو نتونستم بخونم. وریجی ancak öldür یعنی ancak یعنی مثلا بگیم که در نهایت تنها، ancak öldür یعنی تنها او هستش، مالک یوم الدین، او مالک یوم الدین هست. ایله الله که یک چنان خدایی که جز کوننن مالکی و متصرفی ancak odur. میگه چنان خدایی که کون یک کلمه عربی به معنی وجود و تمامی کائنات، هر چیزی که وجود داشته باشه، مثلا میگن چاله سیاه، میگن اون یه وجوده. به هر حال ما یه اسمی گذاشتیم، گفتیم این یه چاله هست سیاه دیگه، حالا این چه انرژی داخلش هست و چه کیفیتی داره با ایش کاری نداریم، ولی وقتی اسم میذاریم و میگیم موجوده، این میشه کون. میگه که چنان، حالا من این رو دیگه نمیدونم بیام ترجمه بکنم یا نه. دنیا و آخرته دنلی نعمتleri، تمامی نعمتهای دنیوی دنیا و آخرت، جمله خلق وریجی Allah Teala'nın اسم شریفیyle başladım. به نام الله بزرگ تعالی، اسم به نام شریف، به اسم شریف الله تعالی که تمامی نعمتهای دنیا و آخرت رو دهنده هست برای مخلوقاتش. جمله خلقه یعنی هر چی رو که خلق کرده، اینجا منظور به انسان نیست، داره این رو میده به اسم اون، نعمت ها رو میده به اسم اون آغاز میکنم. الحمدلله جمله کمال، الحمدلله شکر بر خدا که جمله کمال، صفتهای کمال، هر صفاتی که خوبه، منظور کمال یعنی صفتهای خوب، عالی، برتر، اونها برای خدا و الله هستش. الله تعالی مخصوص دور، اونها مخصوص صفات اکمل، صفات بالاترین صفت ها برای مخصوص الله هستش. رب العالمین، چنان خدا اللهی که رب، مربا هم از این میاد، این عالم رو ربش کرده، مرباش کرده، به وجودش آورده، شکلش داده، مهندسیش کرده. خب ایله Allah'ı ki دوخی عالمlerin ربisidir. چنان اللهی که همچنین رب یا مهندس تمامی عالم هاست. الرحمن الرحیم، ایله الله چه صفتهای خدا رو داره میگه، بعد شروع میکنه ایله اللهی که دنیاده و آخرته دنلی نعمتleri جمله خلقه وریجی. میگه در چنان خدایی که تمامی نعمتها رو، نعمتهای دنیاوی رو در دنیا و آخرت به تمامی خلقش دهنده هستش. ancak oldur مالک یوم الدین، اما یه صفت دیگه شون، همچنان که او، ancak ما الان میگیم ancak، اینجا ancak نوشته،
Ancaq oldur Maliki Yevmiddin, eylə Allah ki cəza konunun maliki و متصرفی، چنان خود اللهی که مالک و متصرفه، یعنی کسی که میتونه در یک چیزی تصرف بکنه، صاحبشه، یعنی مالک و صاحب روز جزا، یه کونون، کون وجود، هر کی هستی هستش اونو. حالا این کتاب از اینجا شروع میشه. اجازه بدید، خیلی خط زیبایی داره که منم اینو به راحتی میتونم تقریبا بخونم، میتونم بگم که مشکلی ندارم. بذارید ببینیم اینجا چرا زیر این بعضی کلمات بالا. حالا اینو متوجه شدیم در این کتاب ها روی کلمات مهم خط میکشن، نه زیرش. ما الان در ترکی امروزی بخوایم روی یک کلمه تأکید بکنیم زیرش خط میکشیم. حتی وقتی داره یکی صحبت میکنه میگه altını çizgiyle kalın çizgi çekeceğim. یعنی با رنگ پررنگ، با یک چیز پررنگ دارم زیرش خط میکشم، خط پررنگ میکشم. ولی در گذشته به جای اینکه زیرش خط میگفتن که üstüne çizgi çekirem، یعنی بالاش. این خیلی به نظر من نقطه جالبیه که من دارم یاد میگیرم. حالا اینجاها دیدیم که در جایی که مثلا الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نستعین، سوره حمد رو داره در اصل، سوره توحید رو فکر می‌کنم داره در اصل چیکار میکنه؟ یکی یکی میبنده به شکر میکنه، تشکر میکنه. اهدنا الصراط المستقیم و صراط الذین انعمت علیهم. حالا اینجا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینجا این آیه تموم میشه آمین یا رب العالمین. دوباره زیر اینها الحی صفات خدا رو داره میگه، القیوم صفات خداست، لا تأخذه سنة ولا نوم، این هم آیه هست. یعنی با این که روش خط میکشه له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون آیه رو مشخص میکنه که این آیه است، تأکید میکنه، از متن جدا میکنه، برجسته میکنه. لا تأخذه سنة ولا نوم، این هم یه آیه است. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اینم یه آیه هست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، این هم یه آیه هست. دوباره پایین یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این هم یه آیه هست. همینجوری دیگه داره. اینجا اولش دوباره میاد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، آیت یا محمد اول الله ال الله، ol همون ol یعنی او، ol Allah birdir، şeriki ve neziri yoktur. ما الان میگیم o Allah birdir، bir میگیم، بر نمیگیم. o Allah birdir، şeriki ve neziri yoktur. yoktur، ما الان میگیم yoktur، اما burada yoktur. و جالبه این کتاب هم دوباره مثل اون کتاب قبلی که معرفی کرده بودم خدمتتون، اون هم در مورد عرفان بود، روی تمامی حروف صداهای که عربی قرض گرفته، ا ای او، آ ای او رو و سکون رو، یعنی یک صدایی که مثلا الله رو عرب ها الله اینا میخونن در جمله باشه، ولی اینجا ساکن رو گذاشته. اینجا اگه من این رو بزرگش بکنم دوستان ببینن، ببینید اینجا الله یه دایره مانندی گذاشته، مثلا بر ر ساکنه، دوباره یه دایره مانندی اینجا گذاشته، بردر بیر، الان ما میگیم بیردر، شریکی و نظیری yok این یو او هستش، yokdur، این هم دوباره ساکنه. الله الصمد، الله تعالی ایمز و اچمز، ایمز و اچمز. özür این من اینو آ خوندم، این تعالی آ صدای بلند آ هست. یمز و اچمز و هر
مزتر هوایجدن آنا التجاء در. آنا اینجا که خونده نمیشه، این نونه. اونا همین که میگیم آن در زبان فارسی هم وارد شده، این آن. میبینی که در زبان فارسی آن فقط یک ضمیره. در زبان ترکی آن معانی مختلف، کاربردهای مختلفی داره. نشون میده که آن یک کلمه ترکی است، برای اینکه تونستن از این در زمینه‌های مختلف استفاده بکنن. التجاء در، لم یلد و لم یولد. حالا در هر آیه رو داره از دیدگاه عرفانی توضیح میده. ببینید کتاب متاسفانه اینجاش آسیب دیده، حاشیه‌هاش آسیب دیده بود، حالا اینجا هم آسیب دیده. دوباره ادامه داره. انگار مثلا این یک تفسیره به نظر میاد. حکمت گفته، ولی تا اینجاشو که من دارم میبینم انک حمید مجید. بذارید اینو یه ذره دوباره بزرگش بکنیم که هم شما بهتر ببینید هم من. اینجا کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، این آیه هست همونطور که در قرآن اومده درود فرستادی. حالا اگه به فارسی ترجمه بکنیم صلیت، صلات به معنی درود نیست، ولی خب حالا به چیز دیگه. صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، هم برای خود ابراهیم و هم برای فرزندان ابراهیم. نتنون سن، حالا اینو من نتونستم بخونم، یعنی نمیدونم این الان چی هست. نتن سن حضرت ابراهیم دخی اونون آلتا علینه تعظیم و تکریم ettikleri gibi inneke hamidun mecid تحقیق سن. حالا اینو نمیدونم این چی هست، این کلمه رو متاسفانه نتونستم درکش بکنم، احتمالاً پریدم دیگه. این اون متن که باید روالش رو میرفتم، احتمالاً تا اینجا اگه خونده بودم این کلمه رو میتونستیم بفهمیم. تعظیم و تکریم ettikleri gibi inneke hamidun mecid تحقیق سن یا رب okulmuş sen. این سن رو دوباره اینجا گذاشته و اولو سن، اولو سن، اولو بزرگ به معنی همون تعالی که الله تعالی هستش به عربی و در فارسی بزرگ گفته میشه. در ترکی اولو سن یعنی خیلی بلند مرتبه‌ای، خیلی بزرگی. و بارک علی محمد و آل محمد دخی حضرت محمد دخی آنون آلینه مبارکlik قل کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. حالا ابراهیمین تکیم سن، اوکی داریم الان متوجه میشم. ابراهیمین تکیم سن یعنی شبیه ابراهیم هستی. در بالا هم اون تکیم سن که باز دوباره همین بود، این کلمه رو از ابراهیم جدا کرده. یعنی ما الان در ادبیات امروزی یا آپوستروفس میذاریم یا اینکه یه ویرگول مانندی میذاریم بالای کلمه ابراهیم آخر میم، یا یه خط تیره میذاریم که این ادامه اون کلمه است، باید بچسبه، اما نمیچسبونیم برای اینکه خوندنش راحت باشه. این کارو نکرده دیگه. ابراهیمین تکیم سن یعنی شبیه اسرائیل هستی. تکیم. خب حالا اینجا این مقدمه اولیه که مربوط به چیز هست تموم میشه. این صفحه بعدی از اینجا فکر میکنم که تموم میشه. بذارید ببینیم اینجا یه چیزی نوشته که ما بتونیم در بیاریم که این چی هست. دخی سنون عذابوندن، این که اینجا دیگه خونده نمیشه دوستان. من دارم اینو دخی سنون که اینجا که هستش این
نون خونده میشه. گفتم قبلا نون خونده است. دخی سنون عذابوندن، اینجا که خونده نمیشه، نون عذابوندن. گرگا گرخا روز. الان در تبریز میگیم گرخا روز، اینجا گرگا روز یعنی میترسیم از عذاب تو. این عذابک بالکفار ملحقون، که عذاب تو به کفار خواهد رسید. تحقیقاً سنون، بازم اینجا سنون عذابون kafirlere لاحق و آنلری اونلاره اونها. الان ما اینو به جای اینکه انلر بگیم انلر میگیم اونلار، ولی در قدیم اینو حتما اینجوری می نویسن یکجیدور وانلری یکجیدور. یکجی امروز هم میگیم بهش خوب، فارسی خوب میگیم، ولی یخجی الان این که شده، در گذشته که بوده الان شده خ. یکجیدور زیباست، خوبه. تمام. هذا رسالت و فکرنامه. اینجا بالا گفته بود که حکمت، اینجا میگه این یه فکرنامه هست. حالا احتمالاً داخل این کتاب چند صفحه هست؟ 160 صفحه. احتمالاً دارای چند فصله، برای همین داره اینو میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. نمازی خضوع و خشوع üzerine eylemek oldur ki azan okunduğu vaktin İsrafil aleyhisselam ihya için ahir töhfeye sur eyledi giben fikr eyleye halk yerli yerinden galgub بلند شده. آبدست آلوب، این آبدست از ترکیب فارسی است که در خود فارسی وجود نداره، این ترکیبی که فقط در ترکی وجود داره. آبدست آلوب مسجده gelmek geydinde oldukların gabriden galgub محشره. حالا میگه داره یه تفسیر زیبایی میده از، میگه همونطور که در روز قیامت مرده ها از قبر با سور اسرافیل که دمیده میشه، مرده ها از قبر میان بیرون. وقتی که نماز اذان گفته میشه، وقت نمازه، انسان ها باید مثل همون پاشن برن مسجد نماز بخونن. اینو میخواد بگه و زیبا. کتاب صفحه هاشو دیگه من خیلی اینجا نخونم، اینجا کتاب خیلی زیبا اومده. حالا اون قسمتی که درباره فکر گفته بود، هازا رسالت و فکرنامه، این در بعد 5 صفحه تقریبا تموم میشه. هازا ایمانون تفصیلی، اینجا هم در مورد ایمان صحبت میکنه که ایمان چی هست، و بعد دوباره بعد از چند صفحه 1 2 3 و حدود 3.5 صفحه هازا ایمانون اجمالی، اونجا تفصیلی بود، اینجا ایمان رو اجمالی تفسیر میکنه. بعد از حدود 1 صفحه وارد بحث هازا دعا و سید الاستغفار، یه دعایی که برای استغفار توبه کردن، اما این سید الاستغفاره، یعنی مهمترین دعای استغفار هستش. بذارید اینو من بخونم، استغفار بکنم اینجا. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو لک بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. دوستا من اینجا 2 کلمه عربی رو نتونستم بخونم، یعنی نمیدونم این ابو لک یعنی چی، اینو نتونستم. هر دو بار تکرار میشه در این دعا و من نمیدونم چیه. bizim peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın 4 mahsus sıfatı vardır. Her kişinin
üzerine lazımdır ki onların bilmek gerek. Evvelkisi insa ve cinne peygamber gönderilmiştir. اولین صفت حضرت رسول 4 تا میگه صفت داره که هر فرد مسلمان باید اینها رو، هر انسان، نه مسلمان، هر انسان، بر هر انسانی واجبه که اینها رو بدونه. اولینش این پیغمبری که gönderilmişti هم برای انسان ها هم برای جنی ها. İkincisi hükmü kıyamete gen باقیdir. این که فرمان حضرت محمد یعنی اون دینش تا قیامت باقی هستش. Üçüncüsü اول geçen peygamberlerin bazen şeriaتی نسخ etmiştir. میگه پیغمبرهای قبل از خودش رو که چیز شده بودن، احکام و ادیان، شریعت، ادیان. شریعت در عربی ظاهرا عربی امروزی به معنی حقوق، قانون. میگه که قوانین اونها رو نسخ کرده، منسوخ کرده، باطل کرده. etmiştir. و dördüncüsü خاتم الانبیا علیهم السلام هستش. خب سلسله رسول الله صلی الله، حالا اینجا در مورد پدرهای حضرت رسول صحبت میکنه. جواب منکر نکیر به نظم یسیر للعلامه ذوالمحشر الکبیر. یه علامه‌ای که صاحب کتاب محشر کبیر هست احتمالاً یه جوابی داده به نکیر و منکیر با شعر، به نظم یسیر، با نظم ساده. اونو میخونه ربی الله الذی لا اله سواه. حالا اینها رو هم بگذاریم ازش، بذاریم ببینیم چند صفحه رد میشه و اسم اینجا رو دیگه ننوشته چی هست. شکر خدا این کتاب با آنکه خیلی آسیب دیده بود، جلدش و کاغذ حاشیه هاش، ولی ظاهرا خیلی بهتره. الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله علی نعمایه و الصلاة علی رسوله محمد خاتم الانبیاء. در این حال که عربی می نویسه تلاش میکنه ترکیش بکنه. مثلا نگاه کنید، الحمدلله علی نعمایه، این یه که میاد ترکیش میکنه این آیه را، یعنی عربی هست اما ترکیزه میکنه. و الصلاة علی رسوله محمد خاتم انبیاء، این یا بازم اینو ترکیش میکنه، تلاش میکنه که حتی آیه ها رو هم تبدیل بکنه به متن ترکی. اما الله تعالی، و این یک عارفه، نویسنده این یک عارفه که ظاهرا معتقده مثلا کلام قرآن تنها زبان خدا نیست، خداوند در اونجا با عرب ها چون صحبت کرده به زبان عربی هست، اما هر زبانی میتونه زبان خدا باشه. اما الله تعالی حمد ادب Peygamber aleyhissalatu vesselama salavat götürdüğümüzden sonra. این sonra رو با سات، الان ما با سین می نویسیم، در گذشته با سات می نوشتن. سو رو هم در گذشته با سات می نوشتن و اینجا باز sonra که نون خونده میشه. Bu ابلیس نصیحتی، من اینو ابلیس خوندم ولی ابلیس نیست، میتونه ابلیس باشه. Nəsihəti bazı kişilərə görə faydası çok olup. اینجا این ابلیس نمیدونم چه معنی داره. özümüzden sonra bu iblis نصیحتی، نمیدونم اینجا ابلیس چه معنی میتونه داشته باشه. Bazı kişilere göre faydası çok olup ve bazı kişilere göre faydası az olduğu için olduğu. حالا من دیروز اون کتاب قبلی که سری قبل خوندم متوجه این قضیه شدم. در عثمانی فرض بگیریم که این کتاب در عثمانی نوشته شده، من تلاش میکنم الان با خوندن این بفهمم که این در چه مقطعی نوشته شده. اگر این فرض رو بگیم که این کتاب در عثمانی نوشته شده، شما غیر رو در اینجا میبینید. یعنی چون ما میدونیم که عثمانی ها از آذربایجان رفتن به اونجا، یعنی فرزندان پدران ما هستن عثمانی ها، یعنی خون اونها عثمانی ها و خون پدران ما هم در عثمانی هم در ما جاریه.
حالا میگم چرا خونه ما، برای اینکه مثلا من انصاف علی هدایت، پدرم خدا بیامرز، پدر بزرگام، ما برای الان میشه در زمانی که من مثلا خیلی کودک بودم شنیده بودم که ما 750 ساله در این روستا زندگی میکنیم، با اینکه 3 بار هم این روستا از بین رفته، کوچ کردن رفتن یه جای دیگه، ولی دوباره اومدن اینو آباد کردن. الان من 60 سالم، اگه 10 سالگی نشینیده باشم الان 800 ساله که این روستا روستای ترک هاست و من پدرهام جد در جد تو 800 سال ترک بودن و احتمالاً بسیار زیاد این عثمانی ها که امپراتوری عثمانی رو تشکیل دادن فرزندان پدران ما هستن. ممکنه 1000 سال قبل، 1200 سال قبل در همون آذربایجان یه پدر مشترک داشتیم، اینها زاد و ولد کردن و یه عده‌ش هم رفتن به اینجایی که الان هست. حالا اونم یه مطلبیه که بعداً میشه صحبتش کرد. ببینیم چی هست. من کتاب رو ادامه بدم چون داره وقت زیادی رو گذاشتم تا الان. خط کتاب بسیار زیبا نوشته شده، جوری که من این رو با کمترین، البته یه مقدارم علتش این که اینو دارم بهتر میخونم اینه که این 14 یا 15 کتاب دارم معرفی میکنم که به زبان ترکیه. در نتیجه چشمم به این نوع خطی که در عمرم نمیخوندم عادت میکنه و با ادبیاتی که ادبیات استاندارد ترکی که در اون زمان وجود داشته هم دارم آشنا میشم، با نوع خطی هم که نوشته میشه دارم آشنا میشم. یواش یواش برام به خصوص که این کتاب خیلی مثلا من اینجا آیتی یا ابلیس جهنمین امتون جهنم لن ümmetün alameti nedir? İblis ayeti onların alameti Hakkı Teala'ya. İblis ayeti onların alameti Hakkı Teala'ya gayrileri şerik koşmaktır. İbadette ve istianette ve dahi İslam dininde meşru olan nesnelere ببینید ما الان مثلا بعضی از دوستان ما میگه نسنه، بلافاصله ما آقا این چه زبانی، آقا نخوندیم دیگه، وقتی ما نخونیم نمیفهمیم نسنه یعنی چی. الان اینجا من واقعا فکر می‌کردم خودم مثلا نسنه، جدی میگم اینو، من مثلا بعضی از دوستان که فلسفی صحبت میکنن و اینا وقتی از کلمه نسنه، گاورام اینا رو به کار میبرن گفتم این مثلا از کجا اومده. ولی الان که این کتاب مال 400 سال پیش 500 سال پیش رو میخونم دارم میبینم که نسنه رو به کار برده. 400 سال پیش که انگلیسی زبان ها هنوز عرض اندام نکرده بودن، جزو عقب مانده ترین ملت های روی زمین بودن، اینجا از نسنلر در قرون وسطا بودن دیگه مسیحی ها، این داره از نسنه ها صحبت میکنه و خیلی عالیه. حالا اینجا این کسی که صاحب کتاب بوده اومده تلاش کرده که یه دعایی رو بنویسه، قلیل دعا اسلام، حالا چی هست نمیدونم، این خطش خیلی مثل خط من هست، خیلی سخته خوندنش. دوباره یه بخش دیگری از کتاب شروع میشه دوستان، دیگه نمیخوام. اینجا فرقی که با قبلی ها داره اینه که اومده اعداد رو نوشته، موضوع ها رو با رنگ قرمز مشخص کرده، بریسی، حالا اینجا برسی میگه دیگه، برسی یعنی یک کمی اولی، برسی دخی، دوباره دومی رو به جای اینکه به دومی دوباره میگه دیگری، اینجا به معنی دیگره، برسی دخی دوباره دیگری، هی داره این کلمه رو تکرار میکنه، یعنی یه حرف جدید و اینجا قرآن رو گذاشته با مداد قرمز مشخص کرده. صفات سلبیه، در مورد صفات سلبیه داره صحبت میکنه. این کتاب در رابطه با گفتیم که حالا من میخواستم ازش بفهمم که این
عرفان یا فلسفه است، ظاهرا در رابطه با عرفانه. اجازه بدید از این فصل یه چند کلمه بخونیم ببینیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین و بعد. ای طالب حق بلن و آگاه، بلن و آگاه غل که کم. حالا اونجا هم که میخوندیم یه جایی یادمه اون میم خونده نمیشه دوستان، کی خونده میشه؟ کی؟ تنری. اینجا هم تانری، اینجا نون خونده میشه تنری. تعالی قرآن عظیمیده و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون دیگه بuyurmuştur، گفته فرموده بود. اینجوری باید بگیم اگه بخوام اینو ترکی رو به فارسی تبدیل کنیم. دیو یعنی گفته، buyurmuştur فرموده بود. Bazen müfessir liya'buduni dediğini liya'rifun demekle tefsir etmişler. Liya'budun رو میگه که به معنی liya'budun آیت چه بود؟ گفته که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای عبادت. ما این رو عبادت میفهمیم. میگه ولی نه، اینجوری نیست. در بسیاری از مفسرین در گذشته گفتن که این به معنی لیعرفونه، بشناسن. چون شما چیزی رو که ندونید بهش اعتقاد پیدا نمی کنید. عبادت هم به خاطر اعتقاده. حالا عرفانه، بازم این فصل مربوط میشه به عرفان، چون که وقتی داره از قرآن استفاده میکنه، البته تو فلسفه هم میشه این رو دید. من یه جایی اینجا یه کلمه صحیفه دیدم، یهو گفتم نکنه این صحیفه سجادیه است. انmiştir ve İdris aleyhisselame 30 صحیفه انmiştir. در برای حالا اونم صحیفه برای ادریس هم 30 صفحه نازل شده بود. حالا این به چه زبانی میگه که 30 صفحه؟ در اون زمان کاغذ نبوده، این هم مسئله است. صفحه احتمالاً صفحه سنگ از، احتمالاً صفحه از سنگ، پس امدی. حالا میخواستم این ببینم این کلمه که زیرش نهایت. کتاب دوباره اینجا تموم میشه، یکی دیگه شروع میشه. الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله اجمعین. Bundan sonra این نون که با اینجا نون خونده میشه، معلوم اوله که هر عاقل. این که رو هم کی در زبان ترکی رو تا الان متوجه شدیم که 2-3 نوع می نویسن. با میم می نویسن، با ای باید بخونیم. کیم در گذشته چون که با کیم گفته می شده، با میم گفته می شده و با ه نوشته بشه ای می خونیم. اینم حالا یه املا هست دیگه، سبک املایی استاندارد گذشته به زبان ترکی اینجوری بوده. هر عالق و بالغ اولان کشی گرک ار olsun gerek عورت olsun. ار ببینید اینجا به معنی مرده، جنگجویان. مرد اصلا در گذشته جنگجو بوده دیگه، در تاریخ مردها جنگجو بودن تا دوره کشاورزی و در دوره کشاورزی به 2 بخش تقسیم شدن، یه عده جنگنده و یه عده کارگر تبدیل شدن. در گذشته تاریخ اینجوری بود. برای همین ار از اون کلمات تاریخی هستش که اومده. عورت هم عربی هست و ما در ادبیات قدیمی منظورم شفاهی، عورت هم به زن میگن هم به آلت تناسلی مردان زنانه میگن و میگن ستر عورت، منظورشون حالا هم زن هست هم اون هست. ولی در ادبیات قدیم که اینجا به کار میبینیم به عنوان یه شخصیت انسانی مؤنث، یعنی زن، خانم گفته میشده، نه به مفهوم آلت تناسلی. به این مفهوم کاربرد نداشته، برای اینکه در اون صورت اینو به کار نمیبرد.
Hala اینجا çi vacibe برای kişi olsun gerek öğret olsun üzerine farz eynidir ki yani vacip. Tenri, tekri nevişte اینجا. Tenri باید بخونیم. Tenri Teala hakkında vacip olan sıfatları ve muhal olan sıfatları ve caiz olan sıfatları ile sıfatları belə ve aninle aninle ve peygamberler hakkında dahi vacip olan sıfatları. Hala میگه باید هر کسی که مسلمونه باید هر مرد و زن البته نم اصل بازم در مورد مسلمون بودن و اینا صحبت نمیکنه میگه باید در مورد صفات تانری ما الان میگیم تنگری مثلا این احتمالاً همون تانری بوده تنگری حالا در یه زبان دیگه بود ولی در اینجا میگیم که تانری صحبت میکنه تنری میگه باید صفات منفی و مثبتی که وجود داره و صفاتی جایزی که میشه به خدا نسبت داد و نداد اینها رو باید بدونه همونطور که در مورد پیغمبران هم همین کار رو انجام بده. باز در رابطه با این هستش اینجا تموم میشه به حرمت محمد و آله الابرار اللهم حرم لهم کاتبت علی النار. بسم الله الرحمن الرحیم. ای عزیز گرنداشم اینم جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. اینجا هم یه علامت‌های داخل کنار کتاب معلومه که یه آدمی بوده بی سواد بوده عربی رو نمیتونسته بنویسه این کتاب رو دست داشته خیلی باهاش بازی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. ای عزیز گرنداشم. گرنداش یعنی از یه شکم بیرون اومدیم. اگه با یکی گارداش بودیم یعنی که گرنداش نبودیم دیگه اون از دو مادر به دنیا اومدیم ولی از کسایی که از یک شکم بیرون اومدیم مادرمون یکی از گرنداش بودیم یعنی شکم رو مشترک بودیم. نگاه بکنید خیلی زیباست این گرنداشم. bundan sonra معلوم ola ki Hakkı Subhanahu ve Teala yevm-i misagide kullerine hitap edip buyurmuştur ki ey kullum ben sana ömür sermayesin verip seni dünya memleketine bazerganlığa göndersem gerektir anditme Hazrete anda bütün hazrime layık kumaşlar küçüktür. خب من تقریبا همه رو فهمیدم یعنی اینجا چیزی نیست که بگم که نتونستم بفهمم چی هست. میگه من رو به شکل بازرگان اگه روی زمین بفرستم که برای کار تجارت بازرگانlığa göndersem برای تجارت بفرستم روی زمین gerektir anda bütün hazarime در روی زمین bütün اینجا ما bütün میگیم bütün اونجا bütün چون اون نون یه مقدار چیز هست bütün اینجوری گفته bütün hazarime یعنی اون چیزایی که باید پرهیز بکنی اونها رو بهش میگم لایق گماشلاری اون گماش پارچه هست او گماش های لایق رو بیاری مثلا حالا چوک دور. با اجازهتون دیگه من فکر کنم این کتاب رو بریم تا صفحات آخر ببینیم از نظر کیفیت چطور هست از نظر چیز خط چطوره. اینجا دوباره فصل جدیدی شروع میشه. این کتاب پس در مورد و ظاهرا این با یه خط نوشته شده اینجاش پاره شده کتاب متاسفانه میبینید اینجاش پاره شده اینجا دوباره پاره شده یا یه چیزی روش افتاده نمیدونم معلوم نیست. کتاب اینجا چی شد اینجا خط عوض میشه ظاهرا کتاب داره تموم میشه یه خط عوض شد یه خط جدیدی اومد
فی فضله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. این دیگه اومد اینجا شیعه شد یا صحابیه. ببینید سنی ها بیش از شیعه ها به حضرت علی احترام میذارن. اوکی، من یواش یواش باید حاضر بشم برم سر کار. اوکی، این کتاب رو هم خوندیم و رسیدیم به اینجا. خطش تغییر میکنه، من این خط رو نمیگم که نمیپسندم، ولی خب به هر حال اینم یه مقدار جالب هست. کتاب تموم شد. بسیار متشکرم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و با یک کتاب جدید به زبان ترکی آشنا شده